سلام دوستان، به آکادمی ارفاد خوش اومدید. این ویدیو اولین قسمت دوره جامع آموزش برنامه نویسی هستش که تصمیم گرفتیم به صورت کاملا کاربردی اما به روشی ساده و جذاب خدمت شما ارائه بدیم تا شما رو تبدیل کنه به یک برنامه نویس حرفه‌ای. پس بذارید همین اول کار یک مختصر معرفی از دوره داشته باشیم که بدونیم چه مباحثی در این دوره قرار مطرح بشه. اگه بخوام به صورت کلی خدمتون عرض کنم، سرفصل‌های آموزشی ما مهارت‌های شامل میشه از جمله طراحی و برنامه‌نویسی وبسایت، طراحی اپلیکیشن‌های موبایل، بازیسازی رایانه‌ای و همچنین نرم افزارهای تحت دسکتاپ و در پایان مباحث مربوط به هوش مصنوعی هم خدمتتون هستیم و اون آموزش‌های مربوطه رو خدمتتون ارائه خواهیم داد. و نکته دیگه هم که خدمتتون میخوام عرض کنم، در صورت لزوم اگر جزوه یا فایل کمک آموزشی هم اون جلسه نیاز داشته باشه ما روی سایتمون قرار بدیم تا بتونید به راحتی اون رو دانلود کنیم. به نظرم توضیحات کافی بوده باشه. بریم سراغ اولین مبحث آموزشی ما در مورد دانش برنامه‌نویسی که یک مفهوم اساسی و بنیادین هستش و اون مفهوم چیزی نیست جز الگوریتم. اگر این مفهوم رو به خوبی درک کنید میشه به جرئت گفت 80% کار رو طی کردید و مهمترین قدم در راه تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه‌ای رو برداشتید. پس لطفاً توجه کنید. اگر بخوایم الگوریتم رو توی جمله تعریف کنیم میشه اینطور گفت: به مجموعه فرایندهایی که به صورت مرحله به مرحله انجام میدیم تا یه عملیات خاصی رو به سرانجام برسونیم بهش میگیم الگوریتم. میتونیم بریم یه مثال بزنیم تا این موضوع رو خوب درک کنید. حتما با این نرم افزار نقشه‌خوان تا الان کار کردید، با اپ‌های موبایلی که مسیریابی میکنن. اگر دقت کرده باشید وقتی شما مبدأ و مقصد رو واسش مشخص کنید، قدم به قدم شما رو تا رسیدن به پایان مسیر راهنمایی میکنن. توی برنامه نویسی به این مرحله بندی عملیاتی میگن الگوریتم که اگر ما بخوایم کامپیوتر کارهای ما رو درست و دقیق انجام بده باید تک تک مراحل رو واسش تشریح کنیم. حتی کارهای بسیار پیچیده رو به چند تا کار ساده تقسیم کنیم و اونا رو قدم به قدم واسش تعریف کنیم تا بتونه انجامش بده که یک مسیریابی میتونه توی ذهنمون انجام بشه یا صرفا روی کاغذی اون رو ترسیمش کنیم که بتونه نتیجه کار رو به ما ارائه بده. حتی افراد حرفه‌ای هم این روش رو انجام میدن. یه نقطه شروع واسه خودشون مشخص میکنن و تک تک مراحل رو، حالا مرحله اول، دوم، سوم الی آخر رو واسه کامپیوتر تعیین میکنن، ترسیم میکنن روی کاغذ که بدونن توی هر مرحله باید چه کاری رو انجام بده کامپیوتر به اون محصول نهایی و نتیجه نهاییمون دست پیدا کنیم که به این روش بهش میگیم فلو چارت. این همون نقشه راهمون هستش که باید بدونیم از چه مسیری کارمون رو دنبال کنیم و باید بازخورده محصولمون رو بگیریم و همچنین تستای نهایی رو روش انجام بدیم و خطاهاشو بررسی کنیم تا مورد تایید ما قرار بگیره. و من اینجا دو مفهوم الگوریتم و فلو چارت رو به صورت کاملا ساده خدمتتون ارائه دادم. امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید و جلسه بعدی ما رو هم دنبال کنید. حتما لایک و کامنت فراموش نشه. اگر از یوتیوب ما رو میبینید حتما ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم فراموش نشه. همچنین میتونید جزء آموزشی این جلسه رو از سایتمون دانلود کنید و ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیدار دوباره شما عزیزان. تا درود دیگر، بدرود.